فرمانده کل سپاه پاسداران هم روی صحبتش با رژیم صهیونیستی بود. سردار سلامی گفت شما این بار هم دست به خطا زدید و پاسخ آن را غیر قابل تصور خواهید چشید. شما فکر می‌کنید می‌توانید با پرتاب چند موشک داستان تسلط یک قدرت بزرگ به نام اسلام را تغییر دهید؟ شما در وعده صادق 2 دیدید آسمانتان چگونه شکافته شد، دیدید سپر موشکیتان چگونه عمل کرد. این بار هم به خطا دست زدید، پاسخ آن را خواهید چشید، غیر قابل تصور. حمله‌های پهپادی و موشکی حزب الله به سرزمین‌های اشغالی و اذعان صهیونیست‌ها به دست برتر نیروهای مقاومت در اینجا. ما حتی در حملات نیروی هوایی به کمترین بانک اهداف میرسیم. ادامه و گسترش عملیات نظامی فایده‌ای نخواهد داشت. حزب الله موفق شد 75 موشک به سمت مرکز الجلیل شلیک کند. حزب الله میتواند این کار را چند ماه انجام دهد. با فرود مکرر پهپادهای رادارگریز حزب الله بر سر سرزمین‌های اشغالی، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده ارتش این رژیم برای رصد پهپادهای حزب الله لبنان ناچار شده شماری از نظامیان صهیونیست را در طول مرز سرزمین‌های اشغالی و لبنان مستقر کند تا با دیدن شلیک پهپادها از سمت لبنان نسبت به حمله پهپادی هشدار دهند. کارشناسان و مقامات پیشینش هم میگویند ادامه دادن به جنگ فقط تحمیل هزینه هنگفت برای آنهاست. برخی خواستار طولانی شدن مدت زمان جنگ هستند تا زمانی که دشمنانمان پرچم سفید را بالا بیاورند. این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. ادامه دادن به جنگ بدون هدف مشخص هزینه هنگفتی را به ما تحمیل خواهد کرد و زیان بزرگی متحمل خواهیم شد. ما دچار شوک شدیم. هر روز 4 یا 5 سرباز کشته میشن. این وضعیت بسیار کشنده است. این تصویری است از اعتراض صهیونیست‌ها در محل اعزام به سربازی که رسانه‌های خودشان منتشر کردند. میگویند حاضرند بمیرند اما به خدمت سربازی در ارتش نروند. و تصویری که بارها تکرار می شود، انتقال سربازان زخمی و یا کشته رژیم صهیونیستی با بالگرد به بیمارستان رمبام در شهر حیفا. و به گفته جانشین شهید سید حسن نصرالله راه مقاومت ادامه خواهد داشت. حزب الله با مقاومت در سطح داخلی قوی خواهد ماند و بعد از جنگ در سطح داخلی و خارجی قوی تر خواهد شد. دشمن نمیتواند هیچ یک از اهداف خود را محقق کند چون ما جلوی تحقق اهدافش را گرفته ایم. زمان شکست ها پایان یافته و زمان پیروزی ها فرا رسید. نمایندگان عراقی از میان 4 نامزد محمود المشهدانی را برای ریاست مجلس انتخاب کردند. لتكون انتخاب رئیس مجلس النواب. در جلسه‌ای که تا پاسی از نیمه شب گذشته ادامه داشت، نمایندگان مجلس عراق توانستند از میان 4 نامزد ریاست مجلس محمود المشهدانی از سران سیاسی اهل سنت عراق را به عنوان رئیس جدید انتخاب و به بحران سیاسی 1 ساله این کشور پایان دهند. ان هذه المسئولیه التي حملتمونا ایاها، مسئولیتی که امروز به من محول شده یک تکلیف بسیار مهم از سوی نمایندگان ملت است. در راستای ایجاد وفاق ملی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد. در شرایط کنونی وظیفه ماست از 2 ملت لبنان و فلسطین نیز حمایت کنیم. از مجالس بین المللی هم می‌خواهیم در اسرع وقت نسبت به جنایت‌های رژیم صهیونیستی واکنش نشان دهند و در راستای توقف جنایت‌های این رژیم اقدام فوری اتخاذ کنند. در سال گذشته دادگاه عالی عراق در حکمی محمد الحلبوسی رئیس سابق مجلس را به دلیل جعل یک سند برکنار کرده. اختلافات میان گروه‌های سیاسی اهل سنت موجب شد تا نمایندگان در طول 1 سال گذشته در انتخاب رئیس جدید به توافق نرسند. این بار اما با دخالت گروه‌های سیاسی شیعه و کرد اختلافات گروه‌های اهل سنت حل و منجر به انتخاب المشهدانی شد. المشهدانی 76 سال سن دارد. وی در سال 2006 میلادی نیز ریاست مجلس عراق را عهدهدار بوده. رئیس جدید مجلس عراق جزو مخالفان سرسخت حضور اشغالگران آمریکایی در عراق است.
وی بعد از اشغال عراق برای مدتی توسط تروریست‌های آمریکایی بازداشت شده بود. حالا با انتخاب رئیس جدید مجلس نه فقط به بحران یک ساله و سیاسی این کشور پایان داده شد، بلکه مسیر برای همکاری فشرده میان دولت و مجلس این کشور جهت پایان دادن به ادامه حضور نیروهای خارجی در این کشور نیز هموارتر شد. چند ثانیه خورد میکنه و از بین میبره. این رشته ها که پنبه شد نتیجه سالها فضولی و مفتش بازی بود با اهدافی که پنهانی برنامه ریزی کرده بودند. نقشه مربوط به آبادانه که معلوم نیست برای آبادان چه نقشه‌ای داشتن و روی این چی کار میکردند. نقشه‌های مربوط به کردستان و یا خوزستان باشه. چون خودشان میدانستند چه کرده اند که از این نمره ها برای ماشین هایشون که برای تعقیب و مراقبت و یا جاسوسی بوده در داخل شهر تهران و یا خارج از تهران استفاده میکردند. در کمترین زمان لکه‌های ننگشان را پاره پوره کردند. اطلاعات بعد به وسیله اون دستگاه‌ها روی این نوارهای کاغذی برده میشد و این نوارهای کاغذی به وسیله این دستگاه خوانده میشده و به صورت امواج الکترومغناطیک یا محاسبه میشد و یا به امریکا ارسال میشد. تمام این اطلاعات به این ترتیب به وسیله دستگاه آسیابی که مشاهده می‌کردید به صورت پود درآورده. اسمش سفارت آمریکا بود، رسمش جاسوسی. برای ارسال و یا دریافت پیغام‌هاشون از شرکت مخابرات ایران استفاده نمی‌کنن و خودشون مستقیما امواجی رو میرفسن و میگیرن، چون نمیخواستند کسی از این اطلاع پیدا کنه که چه چیزهایی در اینجا هست و یا چه جوری این کدها و یا دیکودها انجام میشه. این قسمت ها رو از بین بردن. انواع و اقسام اسلحه ها و همچنین گاز اشکاور بود. 13 آبان را رقم زدند. سال 1358. دانشجویان حدود 450 نفر بودند در روز اول از دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر و شهید بهشتی. حدود ساعت 10 برنامه آغاز شد و حدود 1 تقریبا تمام شده بود و جاسوسان آمریکایی در اختیار دانشجویان قرار گرفته بود. به موازات 13 آبان 1357 که دانش آموزان مقابل دانشگاه تهران در اعتراض به رژیم پهلوی شهید شدند و کمی دورتر مقارن با 13 آبان 1342 تبعید امام خمینی به ترکیه. سفارت اشغال شده امریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام سالها از ضبط این تصاویر می‌گذرد. دقیقاً 45 سال. به این صورت واسه دستگاه الکترونیکی باز میشه. فیلم‌هایش تازه است، همچنان و رازهایش. وسایل پلیسی و جاسوسی است. کدهایشان را باز کرد، رمز وحدت دانشجویان. ما فهمیدیم این مسئله را و ما این مرکز جاسوسی را خواهیم بست. و از همان موقع سالگرد 13 آبان نشست بر تقویم پررنگ سرنوشت سازترین روزهای انقلاب اسلامی. از دهه 50 یاد تو باشد هر سال و هر روز. صحبت از فرماندهی است که دشمن برای از میان برداشتنش از 85 بمب 1 تنی استفاده کرد. صلابت چهره و نفوذ کلامش از او ترسی در دل دشمن انداخته بود. والله هی اوهن من بیت العنکبوت. و موضوعی که شهید سید حسن نصرالله به آن شناخته میشد، عملیات روانی. یواش یواش، شوی شوی. جنگ 93 روزه ما شاهد هستیم دیگه. حالا خاطرات حاج قاسم ها توی تلویزیون هم که پخش شده جاهای مختلف هم که هست قشنگ نشون میده که سید چطور مسلط به جنگ روانی. حالا یک فصل شده جنگ روانی او در کتاب حزب الله و رهبری سید حسن نصرالله، اثری که به بررسی عناصر مهم در رهبری سید مقاومت و نقش آن در پیروزی حزب الله میپردازد. این کتاب بیشتر نماینگر شخصیت سید حسن نصرالله است در ابعاد مختلف. کتاب 4 فصل دارد: سرگذشت رهبران مقاومت اسلامی و تشکیل و مشی حزب الله لبنان، ویژگی‌های رهبر حزب الله و نقش آن در پیروزی‌ها، سید حسن نصرالله در عرصه جنگ روانی و آزادی اسرا از زندان صهیونیست‌ها.